نه نه اینم نیست. کچل نبود. بابت دزدیده شدن و گروگانگیری پسرتون واقعا متاسفیم، اما مطمئنید که پسر کوچیکتون دزد رو دیده، چون تا الان نزدیک 256 تا مظنون بهش نشون داده. زمانی که پسر بزرگ اشکالی نداره، ما شرایط شما رو درک میکنیم. اگه میخواین صحبت نکنیم مشکلی نیست. نه میگم زمانی که پسر بزرگم رو دزدیدن فقط پسر کوچیکم خونه بوده و چون که تو کمد قایم شده میگه که از لای در کمد دزد رو دیده. پیداش میکنم. نه این بود اصلا خودم هم باشه میرفتم. نه خودشه. ولی عکس ها تموم شد، چیزی رو صفحه نیست. ببخشید حواسم نبود.